سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به چنل گاد گیم. امروز اومدیم پک پوتویی که جدید اومده رو بررسی کنیم و واسه یه 100 تا کوین بزنیم و اون پکی که رایگان میده به همه هر روز و اونم بزنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این پک پوتوی جدید وینیسیوس 100 و دیبروینه 101. دیبروینه‌اش بدون مربی 101 میشه ولی وینیسیوسش 100 میشه بدون مربی. اگه مربی اون 6 تا مربی که 1500 تا کوین میخواست و دارید، میتونید وینیسیوستون رو 101 کنید. وینیسیوس هم آمارش خدای خوبه، دریبلینگ 90، فینیشینگ 93، خدای عجیبه واسه وینیسیوس. سرعت 90 بهش میدادن خوب بود، کینگ پاورش بد نیست، بقیه چیزاش هم چیزای بدی نیست نمیشه گفت. دیبروینه که خداست. آمار رو نگاه، من صحبت نمی کنم آمار. فقط تنها چیزیش که زیاد خوب نیست جامپینگشه دیگه، همینش فقط. بعد دیگه همه چیز خوبه. بریم که یه 100 تا واسش بزنیم. یه باگ میزنیم اینجا، میدارم که یه چیز خوب بده. 100 تا رو میزنیم ببینیم که چی میده. من خیلی زده بودم، فکر کنم 3 تا دیگه، 2 تا یا 3 تا واسه زده بودم. میریم داخل ورزشگاه. شماره 7 میلان ایده هیچی به درد نمیخوره. یه چیز چرت و پرت دیگه بهمون داد که فقط کوینامونه گرفت. من نمیدونم چرا واسه من همه اون به جایی که برم بالا اومدم پایین. داستانشه والا نمیدونم. خلاصه که پک خوبیه واسه اش. اگه کوین دارید یا پک پوتو رایگان اونجا رو میگیرید بزنید 100%. بریم واسه این پک. واسه من نمیدونم چرا واقعا اینا رفته عقب، رفته رفته پایین. حتی اوورالینگ هم میزنم، پوزیشن هم میزنم، هیچ کدوم بالا نمیاد. نمیدونم داستانش چیه، خدا میدونه. من واسه این پکم هر چی داده بود و زدم. اومدیم بریم ون باستن رو بگیریم. ون باستن ببینیم اولی کنسل، دومی میزنیم که بگیریمش. ناموسم بده. ای توفه. اوبوس نمیدونم چی میگیریم. خلاصه که پک پوتوی خوبیه. اگه کوین دارید، زیاد کوین دارید، در حد 500 تا بزنید پسش، خدای خیلی کمک میکنه. مخصوصا دیبروینش که محشره، خیلی خوبه دیبروینش. و همین دیگه، همین بود از این ویدیو ما. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو نگاه کردید. تا یه ویدیو دیگه فعلا یا